عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة. زیاد ابن حارث میگوید که من به نزد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتم. یا مرد آمد و گفت که یا رسول الله برای من زکات دهید. صدقه به معنای زکات، یعنی زکات دهید. گفت من یعنی کم بغل هستم یا محتاج هستم، به من صدقه دهید. زکات دهید. زکات مردم آورده به پیامبر صلی الله علیه و سلم میدادند، چون که همه نمیداند که اون 8 نفر 8 طایفه آدم هایی که الله تعالی وظیفه دار کرده است که به آنها زکات داده شود، نمیدونستند، هم نمیدونستند که آیا همین آدم مستحق زکات است نیست. بهترش می آوردن به پیامبر صلی الله علیه و سلم میدادن. و الله تعالی هم در قرآن که خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. ای پیغمبر از مردم زکات آنها را بگیر. گفت خذ من اموالهم، از مال مردم صدقه را بگیر. صدقه تطهرهم، صدقه که آنها را از گناه پاک میکند، مال آنها را از افلاسی پاک میکند. و تزکیهم، مال آنها را میسبزاند، اخلاق صاحبان زکات را نیکو میکند. و صل علیهم، بعد اینکه زکاتشون گرفتی در حقشان دعا کن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات فلانی آورده شد، گناهگار اللهم صل علی آل فلان، ای الله به آل فلانی درود فرست، رحمت فرست. گفت دعا میکردن، چون که الله تعالی فرمان داد که پیامبر در حق آنهایی که زکات آورد دعا کن. و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، دعای تو آرامی قلب آنهاست. مال آنها را بگیر. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگرفتن، بعد به آدمهای سزاوار تقسیم میکردن صلوات الله و سلام علیه. بنابراین مرد آمد و گفت که یا رسول الله اعطنی من الصدقه، برای من صدقه ده، یعنی زکات ده. گفتن که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله تعالی لم یرضى بحکم نبی ولا غیره فی الصدقات. الله تعالی به حکم پیغمبر یا غیر پیغمبر در مسئله تقسیمات زکات راضی نشد. یعنی تقسیمات زکات الله تعالی به پیغمبر نگفت که ای پیغمبر همین مردم زکاتاشو گیر و کی بخواهی تقسیم کن، نگفت. یا کی مناسب دانی تقسیم کن، نگفت. به پیغمبر حواله نکرد، نه به غیر پیغمبر. حتی حکم فیها هو، حتی الله تعالی خودش حکم کرد. فجزأها 8 اجزاء، به 8 قسم تقسیم کرد. فإن كنت من تلك الاجزاء اعطيتك حقك، اگر تو از بین همین 8 کس باشی میتیم. گفتم اگر از بین همین 8 کس باشی میتیم. برای چی این گپ گفتم؟ برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم شک کردن در سزاوار بودن همین آدم در زکات. ولی بعضی برادرهای پولدار نقل میکنن که بعضی آدما ماشینش جیپ پیشی آفیس به میبیاد و حضرت به ما زکات دید گفته میبیاد. برای چی گوییم؟ برای آنکه من قرضدار، اضافه سر و لباس پوشیاش قیمت، ماشینش قیمت، خانهش قصر، لیکن من قرضدار. برای چی قرضدار؟ مثلا اگر گیریم همین قصر 3 ایتاژه پشت است. آخه برای این چی؟ برای چی زکات دیم؟ آدمو در اجاره اشت است، زکات نمیپرسد. من بارها در سخنم گفتگیم، یا برادر اهل صاحب زکات بود، یک محلگی هاشون در بازار پنجشنبه شهر خوجند عرابه میکشید است. عرابه کش به بازار به مارشروتکا میرد، عرابه کشی میکند، بیگاه بو میبیاد به خانهش. همونو فریاد کردیم، گفتم من به تو زکات دادنی هستم، تو من اهل زکات نیستم. گفته است اون عرابه کش هر روز ممکن 200 سومون 300 سومون کار میکنه، 100 سومونشو میخوره، 100 سومونش ذخیره. مسکین آن آدمی که درآمدش از برآمدش کم، برآمدش در یک ماه 2000 سومون، درآمدش 1000 سومون، اویلیکش 1000 سومون، 1000 سومون نمیرسد برای زندگی وای. مثلا انا وای مسکین است.
فقیر آن آدمی که هیچی ندارد، 2000 سومان رزخواه دارد، درآمد نال، صفر. این آدم فقیر است، اونش مسکین است. قرضدار هم، ولی الله تعالی قرضدار گفته است. حاضر میبینیم قرضدار کی هست. یعنی یک آدم از بانک قرضدار شده است، یک آدم ماشین قیمت گرفته قرضدار شده است، مثلا صرف و خراجات های بی معنی دارد، برای همین قرضدار شده است، یا قمار زده قرضدار شده است. ما وظیفه دار هستیم که از زکات برای او دهیم؟ نه. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله میگه اگر از جمله همین 8 گروه باشی، حقت را میدهم. گفتند روایت ابو داود. 8 نفر کی ها هست؟ در سوره توبه آیت 60 الله تعالی گفت که انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هشكس فريضة من الله والله عليم حكيم. البته صدقه ها مراد زکات. اینما حصر است. صیغه اینما برای حصر و قصر، فقط و فقط برای همین آدم‌های زیرین داده میشه، نه برای دیگرها. للفقراء، برای فقیرها، آن آدمی که هیچی ندارد. والمساکین، آن آدمی که چیز دارد و ولیکن درآمدش از برآمدش کم، مسکین یک چی دارد. الله تعالی که و اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر در سوره کهف. اما کشتی باشد، این کشتی از آن مسکین ها بود. گفت در قصه حضرت خضر علیه السلام و قصه حضرت موسی علیهم السلام، اینا دو کس، حضرت خضر و حضرت موسی علیهم السلام، و بالای کشتی نشستن. از این طرفی دریا به اون طرف گذشتن، از این ساحل به اون ساحل. یک کشتی یک آدمو نمیدونن کی گرفتن، شیرن رفتن. وقتی که به اون طرف رفته رسیدن، حضرت خضر کشتی ویران کردن، چند تخته هاش کنده پرتافتن. و حضرت موسی گفتن که آخر اون کشتی برای ما خدمت کرد، بی پول کار فرمودیم، یعنی نتیجه همین است که ما در آخر کشتیش ویران کرده خستم بریم تخته هاش شکسته. در ابتدا حضرت خضر گفته بودن که اگر به من شاگرد شدنی باشی سوال نمیتی. گفته بودن هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اجازت هست که من به شما شاگرد شوم از آن علمی که شما داده شدید، از آن راهی راستی که داده شدید برای من تعلیم دهید. قال انك لا تستطيع معي صبرا. حضرت خضر گفتن که ای موسی، تو به شاگردی من تاب آورده نمیتونی، طاقتش نداری. انك لن تستطيع معي صبرا، تو همراهی من صبر کرده از من علم گرفته نمیتونی. گفتن که ستجدنی ان شاء الله صابرا ولا اعصی لك امرا، زود است که من یک آدمی صبر کننده میابی و من لا اعصی لك امرا، فرمانهای تو را گناهکاری نمیکنم ای استاد، هر چی تو گفتی من اجرا میکنم. گفتم حضرت خضر نمیتونی، گفتم حضرت موسی میتونم. گفتم بعد که این خیلی باشد اسلوبی تعلیم گرفتن از من همین که سوال نمیدی. این ما از شما که سوال و جواب داریم، مثلا اسلوبی بعض اهل علم همین که سوال و جواب قبول نداره، فقط درس میدید، کتاب میپوشد میخزد میبرد، تمام. شما حق سوال دادن نداره. حضرت خضر هم همین خیال گفتم سوال نمیدی. گفتم بعد 3 مراتبه همین خیلی سوال دادن، یکتش همین. گفتم برای چی این کشتی شکسته؟ این خدمت کرد به ما. بعد حضرت خضر گفت که الم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا، آخه من تو نگفتم که تو همراهی من صبر کردن نمیتونی. بعد حضرت موسی به خاطرشان می آمد، آخر کار خضر میدیدن غضبشان می آمد، به زای کودک به قتل رسانیدن، کشتی ویران کردن. بعد حکمتاشو بیان کردن در آخرش، گفتن که سببی این کار کردگیم آن است، سببی فلان کار این است. بعد گفتن که اما سفینه تو، اما اون کشتی که من خراب کردم فکانت لمساکین، اون کشتی از آن کم بغل ها بود، اونها در بحر کار میکردن،
مقصد کی را کشی میکردن از این ساحل به اون ساحل، آدمای گذرانده میموندن پول میگرفتن، یا مثلا از بحر یگان چی ماهی میقاپیدن. فکان لمساکین یعملون فی البحر، زندگیشان در بحر بود، کار میکردن در همین بحر. ف و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، اونجا یک پادشاه ظالم بود، کشتی های بتون کشیده میگرفت. کی کشتی صحت داشته باشد کشیده میگرفت از غصبا، یعنی از دست زوری خطی ملیسه هاش فرمان میداد کشیده میگیرن، تمام، هیچ جا دعوا کرده نمیتونن. بنابراین من سه چهار تختش کنده پرتافتم که اون بیانو ببینن که کشتی خراب است، یعنی کشتی ویران دست کنم بران، آنها میبینن چهار تا تخته میزنن کشتیشان زد. های کشتیشان در پیششان. برای همین خیلی کردم. فهمیدید؟ این همین آیه دلالت میکنند که الله تعالی که کشتی از آن مسکین ها بود. دلالت میکنند که کشتی یعنی مسکینه یک تا یکسی کنه، یک تا اوپل کنش باشد هیچ گفته ندارد، زندگیش دیدن نکار. لیکن چه خیلی که ما گفتیم یعنی از پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اگر از جمله همین 8 کس باشی زکات میتیم. بنابراین گفتن نکار. بعضی برادرها هم نوشتین یعنی که زکات گفته تیم یا نه گفته تید، خاصتا در این زمانه گفته تید برادر این زکات هست گفته تید، تا اینکه دون اگر زکات از جمله اهل زکات نباشد نگیرد. برای اینکه اگر اهل زکات نباشد و حرام است براش، یعنی حقیقت خوردگی حساب میشه. خب این 8 کس کی ها هستند؟ یکمش فقرا هیچی ندارند، دویمش مساکین مسکین ها. همین فقرا یعنی آدمی که هیچی ندارد، مثلا بسیار هم برادرای مهاجر میخیل نه خانه دارد نه هیچی ندارد، واقعا همین سر و لباسه که در تنش هست همین قدر چیز دارد، روز به میبره دیگه اونجا دو مردی کاری میکند میبیاد مثال هیچی ندارد، درآمد هم نداشته باشد. با این سببش نگاه میکنیم ده یک جوانی 22 ساله با قوت اگر زکات تید گفته بیاد، اگر پیامبر صلی الله علیه و گفتن که من میتیم، من زکات میتیم، تو مادامی که طلب من میتیم فرق ندارد. لیکن در این زکات حق نیست برای آدمی که صحت سلامت کار کرده میتوند، کار کرده میتوند، یعنی میبروی مردی کاری میکنی همین روزش فلان پول است، کار کرده میبی و اون پول به 10 تا یا 20 تا یا 30 تا نام میتید، یا تشکیل سیر میشی باقی موندهش با ذخیره میشد. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که برای به جای اینکه یک آدم گدایی کند دستی گدایی کشد به مردم بیا من خیر کنفته در کوچه ها دستی گدایی دراز کردنه، یکی شما رود به کوه هیزم جمع کند، همون کوه به برایت هیزی مییابد. فرض کردیم یک بند یافت از سحر تا بگاهی، همون یک بنده آورده فروشد و رفته به پولش نان یگان چی خریده رفته خورد، این بهتر است به جای آنکه از مردم پرسد و خواه دیهند خواه ندیهند. خب دویمینش مسکین است، سیومینش والعاملین علیه، آن آدمایی که زکات جمع میکنند در مدار میگردند، یعنی این اصلا در دولت اسلامی راهبری کشور اینه معین میکنه شما عاملین علیها گفته، شما آدمایی که زکات جید، یعنی آدمای با تقوا میشد، میرد خانه به خانه مقصد 40 تا گوسفند داشته باشد، یک گوسفند اگر گوسفندا در چراگاه میچریده باشد، اگر گوسفندا 6 ماه در چراگاه چرد و در صحرا 6 ماه در خانه تمام میدوده باشد زکات نیست، یا گوسفند 39 تا باشد زکات نیست، زکات نمیگیرد. از 30 تا گاو یک تا گوساله یک ساله، از 5 تا شتر یک گوسفندی و یک گوسفند، از 25 تا شتر یک شتر یک ساله مثلا اگر تقسیماتش کنیم. همین خیلی اینا رفته روی خط میکنن به زمین ها میرن میگن که انگور اگر میز شود اگر فلان قدر میز میدهد، فلان قدر میز تیاد زکات عشرش فلان قدر میشد. گندم زمینت 1 هکتار است، خب این اگر فلان قدر حاصل تیاد یا حاصلش و اتو حقه یوم حصاده، الله تعالی ما که زکاتش روزی درویدگی تان تید. زکات دانه ها از دیگر زکات ها فرق میکنه. مثلا یک آدم $1,000,000 در دستش دارد حاضر امروز روزی زکاتش، لیکن $800,000 قرض دارد،
همون قرض کردی بیزنس سرکردگی، یعنی که پولی تازهش 200,000 دلار، از همون 200,000 زکات میتید. اون قرض باید به صاحبش یا برگرداند یا صاحبی قرض زکاتش میبره ده 800,000. خلاصه این آدم یعنی که قرضش ترک میکنه. اما آدمی که به زمین دهقانی کرده است لیکن دیگر مسئله و قرض دارد، خانه خریدگی بود قرض بگرفته خانه خرید مثلا، وقتی که زراعت دروید قرضش ترک نمیکند، قرض مینوس نمیکند. برای چی؟ زکات این علاهیده هست. الله تعالی که و آتوا حقه یوم حصاد، این زکات زراعت به 1 سال گذشته نه شرط نه، همین روز که حاصل گرفتید الله تعالی میگه و آتوا حقه یوم حصاد. این قرآن، این قرآن برای دستور زندگی هست، طبق این عمل کردن دکار. الله تعالی میگه و آتوا حقه یوم حصاد، زکات زراعت رو روزی که میدروید حاصل جمع کردید همون روز دید، همون روز زکاتش دادن دکار. خب عاملین علیها، آن آدم هایی که نمیخل زکات های جمع یعنی شب و روز و کار میکنن. غیر از این مثلا یک شهر عاملین علیهاش مثلا 5 نفر در یک شهر کار میکنن، اینا سالش 12 ماه در مادر میگردن، شهر به شهر کوچه به کوچه گشته کمبغل های روی خط میکنن، فقیرها، مسکینها، قرضدارها، اینها علاهیده همش روی خط کرده موندگی. در شهر چقدر کمبغل است، در شهر چقدر بای است، چقدر زکات میشه. زکات های از همون آدم ها همیشه جمع کرده آمده به این آدم ها تقسیم میکنن. همین ها و العاملین علیها، آن آدم هایی که برای زکات کار، اینا از زکات مزد میگیرن. مزد یعنی آیلیک، مزد میگیرن، معاش میگیرن. چخیل معاش میگیرن برای یک آدم به زندگیش کفایه کننده، برای اینا مزد جدا کرده داده میشه. اصلی منبع همین ها از همین زکات هایی که جمع کرد. بنابراین بعضی استادان ما جنگ میکردن، بعضی آدم هایی که مؤسسه های خیریه که شده است، مؤسسه خیریه میکشد و پیشتر آفیس های قیمت اجاره میگرفت. کریسلا هاشو میبینید 2,000 دلار به کریسلا داشته است، آفیس قیمت گرفتگی فاسون. رئیسی مؤسسه، معاون رئیسی مؤسسه آید به کارهای کیمچی، معاون رئیسی مؤسسه آید به کارهای کیمچی، همین آیلیکای کلام میگیرد. اینها چیکار میکند؟ از پولدارا رفته زکات جمع میگیرد و ثانی کمبغلا تقسیم میکند، از همین رزخدای خودش ها مانده. یعنی این خیلی نمیشه داخل آفیس چی در کار برای تو خیلی؟ من اگر یک تا ضرور باشد همینجا یک سالی کاری میمونی 10 تا کارگر همه میشیند اگر نویس داشته باشد. مثلا چی یک امارتی 2 اتاژه 3 اتاژه پر به اجاره میگرفتن، صرف و خراجات و اجارش فلان پول. خیلی نه خیر. یعنی یک اداره، یک خانه مثلا برای ذخیره مال یا برای کاغذ و قلم از کیف چند پول جمع کرد به کی چند پول داد، همین خیلی یعنی از حساب زکات خیلی زیاده روی و بسیار خوردن ممکنه برای اینا فقط برای زندگیشون کفایه کننده آیلیک جدا میشه. این سیوم طایفه آدما حاضر در جای ما نیست این چیزا. و المؤلفه قلوبهم، اینا هم به اجازت علما به اینها داده نمیشد زکات. مؤلفه قلوبهم آن آدمایی که اگر زکاتیم اسلام قبول میکنند، قلبشون گرم میشد به پول که اسلام آوردنش ممکنه همه نه. یعنی آدمایی که اسلام آوردنش نزدیک شدگی یا همین پول سبب میشد که این آدم اسلام قبول کند، یا یک ظالمی بدبختی هست که اگر پولتیم اقلا و مسلمانو ضرر نمیرساند و مسجدها ضرر نمیرساند. و اینه نکین مردمی عامی پیش خودشان اجتهاد کرده برده نمید، یعنی میلیسه مسجدی ما فقط مشاهد بیا زکاتیم و میلیسه وتیم نه، اینه قاعده قانون هاش است. ولی قاضی میپرسید، عالم میپرسید. و المؤلفه قلوبهم، این چهارمین جا آدمی که دلش گرم میشد به سبب زکات دادن احتمال اسلام آوردنش هست. لیکن در مذهب حنفی نیست. این میگم که این آیت همین قسمش به عمل نمیکنیم. میگم چوه گفته این مذهب حنفی میگه که الله
اسلام رو عزیز کرد. این در ابتدای اسلام بود. بعضی آدما پول میدادن که اسلام قبول کنند، عددی مسلمان ها زیاد شد. حاضر اسلام به کسی احتیاج نداره. کسی خواهد مسلمان شد، کسی خواهد رفت انگرد مراجعه کردی، ما به کسی محتاج نیستیم. برای این به این گروه آدمو زکات نمیتیم میگه مذهبی حنفی. یعنی همینجی آیت بیکار شده است میگن این اجتهادی مذهب است. لیکن دیگر علما میگن که این آیت باقی ماندگی است، یگان دلیل نیست برای بیکار کردن این آیت. یعنی به هر حال فهم علما هست. این چهارمین جا هست. و فی الرقاب پنجمینش، اینش هم حاضر در عین زمان ما نیست لیکن شاید آینده با پیدا شد. به غلام ها، به غلام مکاتب. غلام مکاتب کیست؟ غلام مکاتب اون غلام مسلمانی هست که خواجه اش برای وی گفته است که $10,000 بیار یا $15,000 بیار یا $20,000 بیار، خودت خر گیر، خودت آزاد کن. من توی مثال آزاد کردم به امکانیت هم ندارم، تو آدمی خوب میخوام توی آزاد کنم لیکن من خودم پول محتاج دارم، احتیاج به پول دارم، من توی پول خودم آزاد کرده نمیتونم. لیکن تو خواهی جمع کرده بیا پول قرض میگیری، زکات جمع میکنی یا مهنت کرده کار کرده میبی، من تو اجازت میتیم برو بیرون به کار کن، چی کار کنی کنو، خودت خر آزاد کن. یعنی در مدت 1 سال 2 سال همین آدم کوشش میکنه تا اینکه آدمی آزاد شود از قطار غلام ها برآید. الله تعالی گفت که و فی الرقاب، و از بین غلام ها به غلام های، یعنی مکاتب در تفسیرش آمده است، غلام های مکاتب یعنی آن غلام های مسلمانی که با خواجه اش عهد و پیمان کرده است برای خرید خودش آزاد کردن. اگر همین خیلی آدم دانیم برای وی هم زکات میتیم تا اینکه آزاد شود. والغارمین، قرضدارها، آدمایی که قرض دارن. چه خیلی قرض در پایان میبید. و فی سبیل الله، در راه الله، اینش عام است. این در راه الله در مسئله فی سبیل الله خلاف زیاد است که ها به همین کلمه داخل میشن. یعنی هفتمینش و فی سبیل الله، در راه الله. و ابن السبیل هشتمینش پسری کوچه. پسری کوچه مراد مسافر. در زمانهای قدیم مسافر اگر پولش گم کند، مثلا مسافر از تاشکند در مکه پولش گم کرد یا پولش تمام شد، از مکه تا تاشکند رفتن به پول ندارد، اون وقتا پیاده رفته میشه، فقط پول برای چی دکار در کوچه برای خوردن. تا تاشکند زنده رفتن به از کوچه یگان چی خوردن نکار پول نیست، این آدم به زکات داده میشه. حاضر اکن کارته ها هست، یعنی یک آدم پولش گم کندم، این ابن سبیلی که در آیت آمده است حتی اگر در شهرش بای باشدم داده میشد زکات. برای چی؟ برای اون که عین حال هیچی ندارد. اون زمانها بازی اگر یک بای در مکه پولش گم کرد یا در پریش پولش گم کرد، با خانش به زنگ بزند، با کارتش رو پول میپتن، با صرف میکنند. یعنی به این آدم نه الکه. فرض کنیم یک آدم در سفر بی پول ماند لیکن در شهرش پول دار، حاضر زمان به نمیشه. برای چی؟ برای اینکه یک دفعه تلفن کند کارتش پول میبیاد یا پریکت که میکند یک آن کس که پول میگیره، در اینجا کارش بود میکنه. لیکن اگر هم خیلی آدم باشد واقعا ابن سبیل که شد الکه فقیر میشه در زمان ما، یا آدم مسافر پول ندارد، پول ندارد که در یگانجا شب گذراند، پول ندارد که تمام کند، داده میشد. بعد الله تعالی گفت که فریضة من الله، این از جانب الله تعالی فرض است. والله علیم حکیم، الله تعالی علیم هست، نهایت دانشمند است، حکیم است. حکیم هر یک چیز در جای مناسب خودش میمونه. وضع الشیء فی موضعه، یک چیز در جای خودش ماندن حکیم میگه. حکیم یک گپش هم در جای خودش میگه، بغیر مورد گپ نمیگه، به هر یک مورد موافق خودش کار میکردگی حکیم میگه. والله علیم حکیم، الله تعالی دانا هست، نهایت علم دارد و حکیم است. یعنی زکات به همین 8 جاها تقسیم کرده است.